دوستای عزیز، اینم کسا نیال سرنگویه که تازه کنده از دان سرک. به اینجا هم دوستارش سفیدا ششته. سلام و عرض ادب خدمت همه بینندگان چینل یوتیوب طلوع آفتاب. امیدوارم همه تان جور و صحتمند سر حال باشین. دوستای عزیز، همونطور که خودگون چیم در جریان هستید، دیگه کاری سرک طرف کوتل قبرغه بخیر شروع شده. دیروز پریروز دیگه ما امروز همدم که بلده شیم از کار سرک یک ویدیو بگیرم. دیگه تا آخر از ویدیو هم ما باشین. دوستای عزیز تشکر. دیگه فعلا کسا از این چی سرک بنده و بیل دو طرف مصروف کار نه دیگه. یالا مو طرف مورم بیخ بیل که کار جا رسیده و چی رقمه کار. دیگه دوستای عزیز، نمیفهمم که اینجا را چطور کار نیده. اینجایش همونطور دست نخورده منده از اول پیش رفته یال بیل تقریبا دا آخر کار نه دا قرغه تقریبا. اینجا رد است نزدیک تنوس. دیگه اینه دوستای عزیز، اینیم کسته پوله. فعلا امروز از پول وصول کار گده، از پول احمد علی کربلایی. اینه دوستای عزیز، از این شیش شروع ده تا سر کوتل قبرغه به عرض 6 متر. دوستای عزیز، اینم کسا نیال سرنگویه که تازه کنده از دان سرک. نه دوستا، گفتم از پشت سرک ویدیو بگیرم که همین تصویر واضح تر باید. دیگه اینجا هم دوستارش سفیدا ششته.
دیگه دوستای عزیز اینجا زمین های مردم درخت هایش زیاد ضایع میشه دیگه. اینا کسی دستش نیه زمین ها و درخت های خود وقف زمین دیده دیگه. وقت سرک دیگه خداوند اجرش بده انشالله. کسایی که زمین و درخت های خود وقف از این کار خیر بونه. اینا شاید درخت های باشد که از 20 سال پیش اینا کاشته شد و امروز اینا کنده میشه دیگه. خداوند اجرش بده کسایی که این درخت ها و زمین های خود وقف از این کار نیک و سرک و چیزا مونه. اینی دوستام کسته امی چوبا درختو که دان سرگه اونا را امتر ارانه خورد نه باز از دان سرگ سونه بخاطر کیال این فعلا میمونه کار باشه دیگه یک لحظه پاس. دیگه دوستای عزیز امروز سه شنبه 3 سنبله 1405 دیگه کار سرک به طرف کوتل قبرغه تا امضی حد پیش رفته. البته ما زیاد معلومات هم ندارم که چطور از پایین کار نگده دیگه. ساعت فعلا کسته 3:54 دقیقه دیگه. یک ویدیو از کار سرک دیگه. امیدوارم این ویدیو خوشم آمده شد، بلدشم خسته کن تمام نشده شد دیگه. تا ویدیو بعدی همه تان را به الله میسپارم. خداوند یار و نگهدار کنه.